امروز یک پروژه اساسی داریم در بخش زراعت و همکاری سازمان کشورهای اسلامی، بخش امنیت غذایی همکار ما هستند و با همکاری وزارت زراعت و ریاست زراعت که در زندجان و در هرات هستند همکار ما هستند. برای 300 دهکین ما البته بخشی که بذر و تخم است و کد و سفید و سیاه است، برای هر دهکین 200 کیلو مد نظر گرفته 5 کیلو بذر و تخم است، 5 کیلو تخم سیاه است و 100 کیلو کد سیاه سفید آماده شده. برای هر دهکین 200 کیلو مد نظر و مجموعاً 6 تن مواد است. این طرف سازمان کشور اسلامی با بودجه دولت کازاکستان آماده شده. بخشی که ما حمایت کردیم برای ریاست زراعت آماده کردیم، البته برای ارائه دهکین مد نظر شده تراکتور هست، دراگر است، تریال تریشر است، پال هست، پال 3 پال 9 است و همینطور لازماتی که برای خرمان نیاز داشتن دهکین استفاده دفتر تیکا آماده شده. یه همکاری اساسی بین دو کشور دولت ترکیه و کازاکستان و هماهنگی سازمان کشور اسلامی و دفتر تیکا با همکاری دوباره وزارت زراعت و ریاست زراعت آماده شده. 300 تا دهکان امروز داریم و این مواد پخش کردیم و ان شاء الله طول سال از این ماشین آلات هم استفاده میشه. برای دهکین زندجان این مد نظر گرفته شده است و در آینده هم می‌خواهیم که برنامه آموزشی برای دهکین بدهیم. We are not only providing the agricultural inputs, also we are providing the training. After this commissioning, we will also provide training to the farmer groups, which we will divide into 6 clusters. And we want to transfer the best practices of use of fertilizer and planting of seeds. And hopefully, in the harvesting season, we are also provide the best practices for post-harvest loss, to avoid the post-harvest loss, and to save seeds for the future seasons. So, as part of that program, I extend my thanks to my colleagues at TICA and also the Agriculture, Livestock, the Minister of Agriculture, Livestock and Irrigation, the responsible people from the Kabul and also in the local district of Herat. And we hope that farmers will take that opportunity to boost their income. پارسال سال بوده که کم آبی بوده، آفات زیاد بوده، کشاورزی نشده. امسال امید داریم که بلکه یک سال خوب بشه، که یک کشاورزی خوب بشه و ما از دولت خود تشکریم، از این مؤسسه‌ای که به ما میکوت گندم میده خیلی تشکری میکنیم. بلکه به امید خدا یک سال خوب نیک بیایه که روزگار مردم افغانستان خوب شه و کشاورزی خوب شه. فقط مشکل مردم افغانستان، مشکل ما بیشتری آبه. میبینی که هوا خشکی، بارندگی نیه، دریا او نداره. ما مردم از دریا او میگیریم. انا دریا که او نداره، می آب چای هم که هست، اولی که دولت اجازه چای زدن نمیده و بعد از اون همونی هم که چای داره برو نوبت نمیرسه. وقتی که زمین با آب میای زمین میسوزه، بین میره. یک مشکل دارو داریم، مشکل تخم بذری و کد زراعتی داریم، مشکل ما همینه دیگه. مشکل تراکتور داریم، مردم نمیتونه زمین خورشیار کنه با آینده بکاره. مثلا پول نداره که بتونه کرا تراکتور بده، پول نداره که کد گیرون نمیتونیم بخره. این کمک‌ها شامل گندم 50 کیلو، 2 کیسه کد سفید، 1 کیسه سیاه. اینا برای 2 جریب زمین کش میشه و همین 2 جریب زمین اینا پرگی میکنه. پارسال هم به موقع که تغییر اقلیمی شد بارندگی نشد. اول وقت کشت بارندگی نبود، بعضی به خریدن او گرفتن، بعضی پمپ داشتن، بعضی سولر داشتن، ولی با آخر باز بارندگی و سیلاب شد، باز یک ضرر بکرد، فایده خورم بکرد. ما با کمک که راجع به زراعت باشم، مثلا از وسیله مثلا فرقون بیل، دگه، تو کوت و اینا، با کوت خیلی با احتیاجی داریم.
چون در چه ما رسیدگی نمیکنه بودجه که ما داریم و چه که ما داریم رسیدگی به کار نمیکنه. ما با کوت و تخم اینا ایتریجی خیلی داریم. و فامیل ما 5 نفرم دارم. یک دختر معلول هم عاجز دارم، یک نوه پدر معتاد شده رفته گم شده، مادرش شوهر کرده با خود منه. این یک بچه خورده دختر دیگه هم دارم. خود من بیوزنیم تا پوش ما زمین بالا پوش ما اسم خونم یک جا خراب شد. میگم باید پیره دیگه بیان سروی کنم با امید خدا شاهده که نه او نه زوم نه خوراکی نه پوشاکی چیزا نداریم، فقط از در خدا دیگه چوت دیگه چیزا نداریم. میگم همین کمک کردم بلکم دیگه هم کمک بیایه، بلکم ما هم بتونیم زمستون به جلو ما نه، بلکم بتونیم زندگی خود پیش ببریم. از زمستون به درشین خدای همه مسلمانانه میگم خودخوری کنیم. خو اینا رو بدادن که یعنی به زراعت دادن که یعنی بکاریم، بلکم خدا بده استفاده برداریم که چیزا باشه به ما اصال شیم. معنی خشک سالی یعنی آفت میزنه، مالکم باشه به ما و شما و جمعی مسلمونا، گزاره ما باشه، روزگار ما تیر شه. امید داریم. شما زمین داری یا کسی هستی کار رو شما انجام؟ آری هستی. ما زمین هم داری. یک نیم جریب زمین داری. کیه چی؟ پسر من داری. پسر کوچیکی دارم، 18 سالی نمیکنه. همون نوه هم که بی سرپرست او هم خود. این کمک بسته کمکی یک هست برای کشت و زراعت به حساب فصل کشت گندم. 50 کیلو گندم دادم، گندم اصلاح شده، 50 کیلو کد امونیوم فسفات، کد سیاه و 100 کیلو هم کد یوریا یا کد سفیده که به حساب برای 2 جریب زمین نیازمندی ها یک دیغان در یک سال که یک فامیل 5 نفر تکمیل میکنه به حساب کد به حساب گندم. امسال خود به عنوان یک دیغان مصرف بکردم، مصرف خور نداشتم چون در اول سال او نبود. کشتر به بیابی بکشتیم و وقتی هم که او بیامد گندم را آفت زد، یعنی وقتی گندم اول آبیاری ضرورتش او نبود، گندم وقتی کشته نشد. گندم را کمر کشتیم، گندم را کمر هم بکنید بکاری حاصل خوب نمیده. برادر عزیز ما نماینده کشور نماینده سازمان کشورهای اسلامی و همچنین جناب کنسول صاحب و همچنین جناب عرفات صاحب مسئول ارتکاب و همچنین جناب ارمان صاحب مسئول مسابقه خزمستان و از اونا قبول بگردانند و خدای تبارک و تعالی اونا را کامیاب و سرفراز داشته باشد. یک کلمه خلاصه بکنم که تخمای بذری اصلاح شده، وقتی که اصلاح شده میگیم یک پروسه لابراتواری را طی میکنه، از همین لحاظ دارای اهمیت است. وقتی پروسه لابراتواری طی میکنه چند چیز در پروسه لابراتوار سپری میشه. یکی خالصیت تخم است که ما باید در تخمای اصلاح شده 98% تخم خالص داشته باشه و باید رطوبت که خیلی مهم است در تخم باید بیشتر از 12% رطوبت نداشته باشه. وریتی خالص باشه. باید ما حد اقل از 100 دانه تخم 85 دانش قابل ثبت شدن باشه، یعنی قوه نمویی از این کمتر از 85% نباشه و بالاتر تا 100% باشه. اینی فاکتورها را که با خود داشت این میگن تخم تصدیق شده. تخم تصدیق شده اهمیتش است که در افزایش حاصلات نقش بسیار برازنده داره، در برابر امراض و آفات مقاوم است و میتونه که یک کمکی را به دهقان بکنه و همزمان میتونه که در مارکت افغانستان کمک بکنه به لحاظ کمیت. ما میتونیم که در مارکت تخم گندم افغانستان ما افزایش به میان بیاریم. وزارت زراعت با توجه به امکانات که به دسترس داره، با توجه به امکانات موجود در قسمت مکانیزه شدن برنامه ها داره. ماشینالات را که میتونه با توجه به ظرفیت مادی و بودجوی ماشینالات را خریداری کرده به شکل متوازن و بر حسب ضرورت و نیازمندی بعد از تحلیل وضعیت، بعد از تحلیل نیازها به اثر ریاست‌های زراعت افغانستان قرار گرفته و طبعاً که دهاقین با ریاست‌های زراعت رابطه دارند. اینا میتونن از آنمو ماشینالات موجود
در قسمت رفع نیازهایشان استفاده بکنه. در قسمتی که دهقان افغانستان تا هنوز هم به شکل سنتی و عنعنوی مصروف زراعت و کشت و بذر هستند، در این قسمت ما باید بگوییم که هنوز دهقان افغانستان نیازمند بعضی آموزش ها هستند که آموزش ها برایشان فراهم شود تا از اهمیت طریقه های بهتر کشت برخوردار شوند. دقیقاً وقتی که آموزش ها به دسترس دهقان قرار میگیرد، دهقان از استقبال خواهد کرد، چون دهقان هم خواهان ازی است که بتانه یک حاصل خوبتر به دست بیاره. فعلا دهقان در عدم فراگیری آموزش های تکنیکی حاصلات کمتر میگیره که جوابگو به نمون مصارفی که دهقان در یک جریب زمین مصارفی را که بذر میکنه این مفاد چندانی به دست نمیاره. یعنی عدم رضایت دهقان است. اگر دهقان آموزش های فنی و تکنیکی ببینه طبعا که حاصلاتش بالا میبره و رضایت به دست میاره. دقیقاً ما تمامی برنامه‌ای که در قسمت توزیع تخم‌های بذری و کودای کیمیایی در افغانستان چی از طریق مؤسسات انجوها و چی از طریق نهادهای دولتی می داشته باشیم، در کنار از این ما یک برنامه آموزشی می داشته باشیم. مثلا همین امروز که ما به 300 دهقان تخم بذری توزیع میکنیم، ما در پهلوی از بین 300 نفر دهقان برنامه آموزشی داریم که فردا یا پس فردا انشالله برنامه آموزشی ما شروع میشه. همین 300 نفر دهقان ممکن در یک مرکز خواسته شوند برایشان برنامه آموزشی داده شود تا اینا همین طریقه های بذر همین به صورت درست‌تر فرا بگیرن و کشت بکنند. Kaç oğlan var? Çoğluyuz bu. Neçe oğlan? İki tane maşallah. Bir an baksana. Sağ kol oğlum aynı. Kurbanı biraz götür. Şaş. Ne burada mı? Arkadaş. Ramesh. Ramesh. Abi araba kuşar. چند تا آوردی؟ اشتباه نشه. نه؟ آها هم کنم برو Baba.